سرخط خبرها. نقشه دعوت بهاری در تاجیکستان 100% اجرا شد. قرقیزستان با نصب مانع‌ها در مرز با تاجیکستان آغاز کرد. 5 عضو یک خانواده در پی یک صدمه فوتیدند. درود بیننده عزیز، نشر نوی برنامه 97 روز از یارتیجه منظوری شماست. در این نشر شما را با مهمترین خبرهای هفته اخیر آشنا می‌سازیم. با شما هستم ایدیبک سعید از دوشنبه. نقشه دعوت بهاری در تاجیکستان در یک ماه پورا اجرا شده است. در این باره وزارت مدافع کشور خبر داد. به اطلاع منبع نقشه تا 30 اپریل در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری پر شده است. پیش از مهلت اجرا گردیدن دعوت بهاری را وزارت نتیجه فعالیت خوب و نظررس مسئولین می‌داند. گفته می‌شود تعداد اختیاریان از جمله دارای معلومات عالی و فرزندان شخصانی منصبدار افزوده است. منبع می‌افزاید شهروندان این فراهم آوردن بهترین شرایط‌های خدمتی و معیشی در قسم‌های نظامی را درک نموده سریع وقت به کمیسی‌های دعوت حاضر می‌شوند. یادآور می‌شویم که دعوت بهاری جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان از 1 اپریل آغاز گردید. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 19 فوریه فرمان دعوت بهاری را امضا کرده بود. در ولایت بادکان نصب مانع‌های سیمخوار در سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان آغاز گردیدند. در این باره 24 کگ در تکیه به اطلاع خدمات مطبوعات نماینده وکالتدار پرزیدنت قرقیزستان در این ولایت خبر داد. به اطلاع منبع نصب مانع‌ها در نقطه پیوند مرز سه کشور تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان آغاز شده است. در مراسم آغاز این کار قمچی بکتشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و معاون رئیس دیوان وزیران قرقیزستان به طور آنلاین و دیگر شخصان منصبدار این کشور حضوری اشتراک کردند. گفته می شود در مرحله اول نصب مانع‌ها از سیمخوار در مسافت 420 کیلومتر به نقشه گرفته شده است. انتظار می رود که آن تا آخر سال 2025 به انجام رسانیده می شود. 13 مارس سال جاری پرزیدنت های تاجیکستان و قرقیزستان امام علی رحمان و صادر ژاپارov در شهر بیشکک سازشنامه عاید به سرحد دولتی دو کشور را به امضا رسانیدند. جانب‌ها به حل این مسئله حساس تقریبا پس از 23 سال دست یافتند. در پی یک حادثه نقلیاتی در ناحیه یاون 5 عضو یک خانواده به هلاکت رسیدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر می‌دهد که حادثه 25 اپریل سال روان رخ داده است. طبق اطلاع این نهاد راننده مرسدس بنز آرزو کالتایو 30 ساله ساکن ناحیه یاون هنگام حرکت از سمت مرکز ناحیه به سمت دهه جایلمه جماعت دهاتی حسینوی ناحیه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به کانال آبگذر قسمت راستی راه سرازیر شده است. در پی این حادثه نزدیکان راننده از جمله مادرش زن 59 ساله، همسرش زن 27 ساله، دو پسر 2 و 4 ساله و ینگه 52 سالش به هلاکت رسیدند. عاید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. مهاجرت به کشورهای پیشرفته بخصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زباندانی و ملکه کاری طلب می‌کند. اگر می‌خواهید ملکه کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید. مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یکچند منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی با طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندان از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و به آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیای کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می‌شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانات‌های با کار تامین‌شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیای رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما. کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان با نشر یک اظهارات هشدار داد که مقامات عربستان سعودی برای غیر رسمی و به اجازت نامه رسمی ادای مراسم حج جزاهای شدید مقرر نموده است. در این باره وزارت کارهای داخلی این کشور روز 28 اپریل اطلاع داده است. موافق اطلاع رسمی وزارت کارهای داخلی شایگری عربستان سعودی شروع از 29 اپریل تا انجام موسم حج برای شخصانی که غیر قانونی کوشش وارد شدن به شهر مکه مکرمه و موضع‌های مقدس مینا
مینا، عرفات، مزدلفه میکنند جریمه تا 20000 ریال 5400 دلار آمریکایی تعیین شده است. برای شخصانی که توسط درخواست روابط زیارت، انتقال، پناه دادن یا کمک رسانیدن به نفران نقض کننده ترتیب حج سهم میگذارند جریمه تا 100000 ریال یا 27000 دلار آمریکایی پیش بینی شده است. شخصان غیر قانونی در شهر مکه باقی مانده و ساکنانی که قانون شکنی ذکر شده را صادر مینمایند اخراج گردیده برای 10 سال از حق ورود بر شایگری عربستان سعودی محروم میشوند. وایسای نقلیاتی که برای انتقال غیر قانونی شخصان مذکور استفاده می‌گردند طبق حکم سود مصادره کرده می‌شوند. شخصانی که دارندگان تمام نمود روادید زیارتی به استثنای روادید مخصوص حج را در جای‌های زیست رسمی، مهمانخانه‌ها، خانه‌های اجاره، خانه‌های خصوصی، مرکزهای اقامت حاجیان و غیره جای می‌دهند یا کوشش پنهان کردن آنها را می‌کنند یا هر گونه کمک می‌رسانند که باعث باقی ماندن آنها در مکه و موضع‌های مقدس می‌گردد 100000 ریال یا 27000 دلار آمریکایی جریمه تهدید می‌کند. با در نظر داشت این کمیته به شهروندان توصیه می‌دهد که تنها طریق رسمی و طبق ترتیب مقرر گردیده برای ادای مراسم حج اقدام نمایند و از کوشش ورود به مکه و موضع‌های مقدس بدون اجازتنامه قطعاً خودداری کنند. پرونده 4 نفری که در حمله تروریستی به تالار کنسرت کراکوس سیتی هال مسکو ایبدار میشوند ماه ایون برای بررسی به سود فرستاده میشوند مینویسند رسانه‌های روسیه. گفته میشود که این پرونده را سود حربی اکروگ دوم غربی روسیه بررسی خواهد کرد. حمله تروریستی به کراکوس سیتی هال روز 22 مارس سال 2024 رخ داده. بر اساس اطلاع رسمی در نتیجه نه کمتر از 145 نفر جان باخته 695 نفر مجروح شدند. مقامات روسیه 4 شهروند تاجیکستان را در این حمله متهمانی اساسی می‌شمارند. مسئولیت حمله را گروه تروریستی ولایت خراسان بخش داعش که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است بر دوش گرفت. پس از این حمله سیاست مهاجرت در روسیه شدیدتر کرده شد و موج احساسات ضد مهاجران در جامعه این کشور اوج گرفت. سازمان دفاع از حقوق انسان هومن رایتس واچ خبر داده است که مهاجران در روسیه بعد حمله با افزایش نفرت، زورآوری و تعقیب‌های بیگانه‌ستیزی روبرو شدند. بیننده عزیز، این برنامه نوید 7 روز بود. با ما باشید و در صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی ابونه شوید. خیر.